میپرسن که درسته که ارتش شاهنشاهی پنجمین ارتش قدرتمند زمان خودش بوده؟ ببینید دوستان، اگر که بودجه نظامی رو به عنوان قدرت نظامی در نظر بگیریم، بله ارتش شاهنشاهی بودجه زیادی به خودش اختصاص داده بوده. سال 42 بودجه نظامی ایران 293 میلیون دلار بوده. این بودجه سال 52 به 1 میلیارد و 800 میلیون دلار میرسه و سال 55 فقط 3 سال بعد این بودجه میرسه به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار. بودجه بالایی بوده. اما آیا این قدرت بوده؟ قدرت محسوب می شده؟ ببینید چند تا مورد رو باید خدمتتون عرض کنم. یه مثال از همین الان بزنم. عربستان بودجه نظامیش چند برابر ماست؟ 10 برابر، شاید بیشتر خرج مسائل نظامی خودش میکنه، ولی آیا قدرت نظامیش با ایران قابل مقایسه است؟ اگر جنگی در بگیره آیا عربستان میتونه جلوی ایران مقاومت کنه؟ همین الانش عربستان جلوی انصارالله یمن که ایران ازش فقط حمایت دورادوری میکنه نتونسته کاری بکنه. پس بودجه نظامی به صرف اینکه حالا بری اسلحه بخری و انبار کنی و اینا نمیتونه برای شما قدرت بیاره. موضوع دیگه ای که باید بهش بپردازیم اینه که به فرض اینکه ایران با عربستان یا زمان شاه بودجهش حتی یکسان هم بوده باشه، باز ایران جلوتر میفته. چرا؟ اونا میرفتن میخریدن. شما این که آقا بری یه گوشی بخری با بالاترین قیمت ممکن، خیلی هم امکانات مختلفی داره، وقتی نتونی ازش استفاده کنی، بلد نباشی از همه امکانات این گوشی استفاده کنی، به چه دردت میخوره؟ نکته بعدی، همون گوشی رو شما اگر خودت بسازی، سازنده باشی، به عنوان تولید کننده باشی، بهای تمام شدهش برات خیلی پایین تره نسبت به اون کسی که میاد از شما میخره. ایران الان تولید کننده انواع سلاح هاست، ولی عربستان و شاهنشاه آریامهر میرفتن میخریدن. نکته بعدی، بازم آمریکا به عنوان بزرگترین صادر کننده سلاح به عربستان، ایران شاهنشاهی، بیشتر کارخونه های اسلحه سازیشون خصوصیه، بخش خصوصی تولید میکنه، به خود ارتش آمریکا هم اینا رو میفروشه. دقت کردین؟ بخش خصوصی تولید میکنه. معمولا تولید این تسلیحات تو بخش خصوصی بهای تموم شده بالایی داره، ولی کشورهایی مثل ایران، چین، اینها بخش دولتی هستن که سلاح رو تولید میکنن، با تیراژ بالا تولید میکنن و با بهای تمام شده فوق العاده پایین‌تر. به خاطر همینی که در حال حاضر ایران داره تبدیل به یک صادرکننده بزرگ سلاح میشه. چرا؟ چون که با همون کیفیت تولید میکنه ولی با قیمت تمام شده فوق العاده پایین‌تر. بله عزیزان، شاه خیلی دوست داشت برای خودش ارتش قدرتمندی درست کنه، ولی همونجور که اون موقع تو مصاحبه‌های مختلف گفته بود، اگر کشوری مثلا یک کشور کمونیستی میخواست به ایران حمله کنه، خودش گفته بود که ما چون با آمریکا معاهده‌ای داریم، آمریکا میاد از ما دفاع میکنه. یعنی به همون ارتشش هم نمیتونست بنازه. فقط خرج کردن برای ارتش نیست که یک کشور رو قدرتمند میکنه، مؤلفه های خیلی زیادی تاثیر داره تو این قضیه. امیدوارم خوب جواب داده باشم. یا علی.